انگار توی خونمون گرد مرده پاشیده بودن. همه چی به طرز عجیب و غریبی به هم ریخته شده بود. بعد از مرگ ماریا، آرش حال و روز خوبی نداشت. خودمم شوکه بودم از مرگش. بعد اون مرگ ترسناک و دلهره آوری که ماریا داشت، دیگه هممون استرس و نگرانی داشتیم و همش دنبال این بودیم که این قضیه کار کیه و کی با آرش خصومت شخصی داشته که این بلا رو سر ماریا آورده. نگام به کیان افتاد. از وقتی که ماریا مرده بود، حالاتش به کل عوض شده بود. تا زنگ در میخورد با هول و استرس میپرید کیه و از زنگ تلفن تا بیرون رفتن منو تحت کنترل گرفته بود و زندگیمو کرده بود جهنم. یاد اولین باری افتادم که ماریا پاشو گذاشت تو خونه ما. قضیه برمیگشت به 1 سال قبل. آرش برادرم که عاشق سفر بود و از لحاظ مالی هم که وضعمون خوب بود، سالی 1 بار رو سفر میرفت و برمیگشت. اما این بار تصمیم گرفته بود که بره تایلند. سفر این دفعه آرش از همه سفراش بیشتر طول کشید و بعد از برگشتنش ماریا رو همراه خودش آورد و به عنوان همسرش معرفی کرد. هر کی هم ازش میپرسید کجا با ماریا آشنا شدی یا اصلا کی دیدیش، به کسی جواب نمیداد و به ماریا هم گفته بود حق نداری با کسی در این باره صحبت کنی. ازدواج ماریا و آرش با مخالفت شدید خانواده‌مون روبرو شد. اول از همه هم کیان شوهرم مخالف این وصلت بود. کیان که یه آدم به شدت تعصبی بود، میگفت ماریا تو کشور غریب بزرگ شده، معلوم نیست چه گذشته‌ای داشته و با چه کسایی گشته. اما هر بار آرش با جواب این که به تو ربطی نداره دهن کیانو بسته بود. 2 ماه از ازدواج آرش و ماریا گذشته بود. کم و بیش بقیه هم رضایت دادن و ماریا رو به عنوان عروس قبول کردن. تصمیم بر این شد که برای ماریا و آرش یه عروسی بگیرن تا همه فامیل بفهمن که آرش با ماریا ازدواج کرده. آرش و ماریا به ظاهر زندگی خوبی با هم دیگه داشتن و انگار که از زندگیشون راضی بودن. اما کیان اصلاً به ماریا روی خوش نشون نمیداد و هنوزم روی حرفش بود که لابد این دختره یه گذشته یا یه مشکلی داشته که بلند شده اومده ایران و به خانواده‌ام اصرار میکرد که حتما برن تایلند و تحقیق کنن که ماریا کیه و خانواده‌اش کی هستن. اما خانواده‌ام دیگه ماریا رو به عنوان عروس قبول کرده بودن. از روزی که ماریا عروس خانواده ما شده بود، بین من و کیان دائما دعوا و درگیری بود. گذشت تا اینکه بعد از 5 ماه ماریا حامله شد. بعد از بارداری ماریا رفتار کیان به کل با ماریا عوض شد. دیگه بهش گیر نمیداد و اصرار نمیکرد که بریم تحقیق کنیم. منم از این تغییر ناگهانی رفتار کیان خوشحال بودم و هم از این رفتارش متعجب. وقتی هم ازش میپرسیدم هی تفره میرفت و جوابی بهم نمیداد. تا اینکه 40 روز قبل بدترین اتفاق ممکن افتاد. ما همه خونه بابام برای شام دعوت بودیم و همه منتظر بودیم که آرش و ماریا هم برسن. اون شب کیانم دیر کرده بود. کیان وقتی رسید خیلی مضطرب بود و اصلا حواسش به جمع نبود که داره چه اتفاقی میافته. یهو آرش زنگ زد و پشت تلفن داد زد و گریه و زاری که بیاین ماریا رو کشتن. ماریا کشته شده. بدترین خبر ممکن بود. جلوی خونه آرش آمبولانس و پلیس بود. ماریا رو در حالی که یه پارچه سفید روش کشیده بودن بردن توی آمبولانس. آرش زجه میزد و پلیس همه چی صورت جلسه کرد. کیان با بهت به تمام این قضیه ها نگاه میکرد و حسابی گیج و منگ بود. چون علت مرگ ماریا مشخص نبود، برای تشخیص ماریا رو به پزشکی قانونی انتقال داده بودن. وقتی دلیل مرگ ماریا مشخص شد، همه بیشتر از قبل بهت زده شدیم. توی نتایج کالبد شکافی پزشکی قانونی متوجه شدیم که ماریا چندین بار بهش تجاوز شده بوده و زبونش رو به طرز وحشتناکی بریده بودن و توی دهنش دستمال چپونده بودن. بعدم به تناب دار آویزونش کرده بودن و از پایین 2 تا رگ پاشو بریده بودن. ماریا و بچه توی شکمش هر 2 تا با هم مرده بودن و هیچ اثری از قاتل پیدا نشده بود. تک تک ما رو برای بازجویی بردن و از هممون سوال کردن. اونجا بود که ما نحوه آشنایی ماریا و آرش رو فهمیدیم. ماریا توی یک کاباره خواننده بوده و آرش توی اون کاباره میره و با شنیدن صدای قشنگ ماریا عاشقش میشه. اول که به ماریا پیشنهاد داده، ماریا رد کرده و اونقدر آرش اصرار و تمنا میکنه که ماریا قبول میکنه باش ازدواج کنه، به شرط اینکه کاری به گذشتش نداشته باشه. آرش هم که بیش از اندازه عاشق ماریا شده بود، قبول میکنه. چیزی که منو بیشتر از هر چیزی متعجب می‌کرد این بود که کیان بیش از اندازه استرس گرفته بود. شبا توی خواب حرف میزد، روزا اغلب خواب بود. وقتی هم که سر کار بود مرتب زنگ میزد خونه و سراغ میگرفت که قاتل ماریا رو پیدا کردن یا نه.
این چیزا منو بیشتر به شک وامی داشت که نکنه کیان با مرگ ماریا ارتباط داشته باشه. تا اینکه یه روز دلمو به دریا زدم و از کیان پرسیدم تو چی از مرگ ماریا میدونی؟ با این سوالم به حدی شوکه شد که فقط نگام کرد. گفتم چرا ساکتی و جواب نمیدی؟ اگه چیزی نمیدونی برای چی اینقدر پیگیر مرگ ماریا هستی؟ کیان بعد شنیدن این حرفام به شدت عصبانی شد و گفت تو داری به من تهمت میزنی؟ من اصلا کاری به ماریا ندارم. اون از وقتی اومد توی خونه آرامش ما رو به هم زد و حالا با مرگشم برامون دردسر درست کرده. من کوتاه اومدم و چیزی نگفتم، اما هنوز ته دلم شک داشتم که حتما ارتباطی بین مرگ ماریا و کیان وجود داره. یه روز که داشتم مثل همیشه خونه رو تمیز می‌کردم، دستم خورد و قاب عروسی من و کیان از دیوار افتاد و شکست. داشتم خورده شیشه ها رو جمع می‌کردم که نگام به یه مموری افتاد که از پشت قاب عکس افتاده بود. با تعجب مموری رو برداشتم و رفتم گذاشتم روی لپتاپ. دیدم یه فایل هست. فایل رو که باز کردم دیدم صدای ماریا پخش شد. ببین کیان، لطفاً دیگه برای من مزاحمتی ایجاد نکن. اگرم که میخوای بری درباره گذشته به کسی چیزی بگی، برای من مهم نیست. من از کارم توبه کردم و آرشم منو تحت هر شرایطی قبول داره. اما اگه دفعه دیگه برام دردسر درست کنی یا مزاحمت ایجاد کنی، دیگه حرمت نگه نمیدارم و به همه چیو میگم. وایس تموم شد و من بود زده نگام به صفحه لپتاپ بود. یعنی کیان چی از گذشته ماریا میدونسته؟ چرا تهدیدش میکرد؟ چی ازش میخواسته؟ تموم این فکرای توی مغزم میگذشت و تموم نمیشد. کیان که برای نهار اومد، بازم سوالای همیشگی که کسی نیومد با من کار داشته باشه، کسی زنگ نزد و همین چیزا رو پرسید. منم بی‌حوصله به همشون جواب ندادم. 3 روز از قضیه مموری گذشته بود و من تصمیم گرفتم که به مأمور پرونده ماریا همه چی رو بگم. وقتی قضیه رو تعریف کردم، وایس ماریا رو هم بهشون دادم. اونا هم شروع به پیگیری کردن و بهم گفتن که احتمالاً حکم بازداشت موقت کیان صادر بشه، چون فعلا یکی از مظنونین اصلیه. ظهر همین که کیان از راه رسید، زنگ خونه زده شد و مأمور با حکم جلب کیان اومد و اونو به کلانتره بردن. یه هفته کیان توی بازداشت بود که بالاخره پلیس بعد از بررسی تمام شواهد از روی دی ان ای نوک انگشتای ماریا فهمیدن که دی ان ای کیان با اون مطابقت داره و کیان دیگه راهی برای فرار نداشت و مجبور شد که همه چی رو اعتراف کنه. من بعد از شنیدن اعترافات کیان حسابی داغون شده بودم. از شدت افسردگی و خجالت از روی آرش نمیدونستم باید چی کار کنم. آرش بعد از شنیدن اعترافات کیان نزدیک بود کیانو بکشه که مأمورا جلوشو گرفتن. ماجرا از این قرار بود که کیان چون خیلی به ماریا مشکوک بوده و میترسیده که برای تلکه کردن خانواده اومده باشه، تصمیم میگیره که بره تایلند و درباره ماریا تحقیق کنه. اون روزا به من گفته بود که میره مأموریت کاری. کیان یه هفته تمام تایلند بود و تمام زندگی ماریا رو فهمیده بود. پدر ماریا یه قمارباز بوده و چون به خاطر قماربازی تمام داراییشو از دست داده بود، توی آخرین بازیش سر دخترش ماریا شرط میبنده و میگه اگه این بازی رو هم ببازم، دخترم ماریا برای شما میشه. پدرش بعد از بازی با چند گروه از همشون میبازه و مجبور میشه که ماریا رو به اونا بده. اونا هم ماریا رو به زور میبرن خونه تا رابطه تیمی باش داشته باشن و به اون به زور مشروب میدن بخوره و چند نفری بهش تجاوز میکنن. ماریا بعد از این تجاوز به شدت افسردگی میگیره و از خانوادش جدا زندگی میکنه و توی کابار مشغول خوانندگی میشه. بعد اینکه کیان اینا رو میفهمه، تصمیم میگیره که از ماریا سوء استفاده کنه و ازش بخواد که با اونم رابطه داشته باشه تا به کسی چیزی نگه. اما ماریا که زیر بار این کار نمیره، چندین بار از سمت کیان تهدید میشه ولی بازم قبول نمیکنه. تا اینکه یه روز کیان جلوی خونه آرش منتظر بوده. وقتی میبینه که آرش رفت، میره زنگ خونه ماریا رو میزنه و ازش میخواد که درو باز کنه. ماریا که میبینه کیان پشت درو باز نمیکنه و کیانم از دیوار بالا میره و وارد خونه میشه. ماریا با دیدنش میترسه و میگه اگه سمتش بیاد یا کاری کنه جیغ میزنه. کیان اولش میخواسته از راه محبت وارد شه، اما وقتی که دیده ماریا به هیچ وجه باهاش راه نمیاد، بهش حمله ور میشه و بهش تجاوز میکنه. وقتی که کارش تموم میشه، قبل اینکه بره، ماریا هولش میده و سمت در میره و در قفل میکنه و میگه به آرش زنگ میزنه تا همه چی رو بهش بگه و به سمت تلفن میره. کیان هر چقدر سعی میکنه مانعش بشه نمیتونه و ناچارن چاقو رو روی پای ماریا میکشه تا مانع بشه. ماریا اولش بی‌حس میشه، اما کیان روی پای دیگه‌ش هم میکشه و کاملا روی زمین میافته.
کیان ناگهان بهش جنون دست میده و روی ماریا میفته و با همون چاقو زبونشو میبره و دستمالم توی دهنش جا میده. بعد از شنیدن اعترافات کیان حسابی جا خورده بودم و نمیدونستم الان باید چی بگم یا حتی چی پیش میاد. وقتی که قاضی دادگاه از کیان پرسید برای چی این کارا رو کردی؟ مگه خودت زن نداشتی؟ گفت زنم از من تمکین نمی‌کرد و وقتی که قاضی از من پرسید مجبور شدم جواب بدم که من اون زمان باردار بودم و بارداری سختی داشتم و دکتر رابطه جنسی رو برام ممنوع کرده بود. به خاطر همین نمیتونستم از شوهرم تمکین کنم. چون که کیان قتل عمد انجام داده بود حکمش اعدام بود و به خاطر اینکه خانواده من هیچ کدوم رضایت ندادن حکمش 1 ماه دیگه اجرا میشد. به خاطر تنش‌های روحی که بهم وارد شده بود بچم سخت شد و تصمیم گرفتم از کیان طلاق بگیرم. غیابی از کیان طلاق گرفتم و هر چقدرم کیان اصرار کرد که به ملاقاتش برم قبول نکردم. آرش داروی اعصاب و روان مصرف می‌کرد و منم درگیر دکتر و روان پزشک بودم. کم کم سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم و به آرشم کمک کنم تا بتونه خودش رو جمع و جور کنه. روز موعود رسید. قرار بود که حکم اجرا بشه. من برای آخرین بارم نرفتم که کیانو ببینم و حکم اجرا شد و کیان اعدام شد. خانواده‌ام به شدت مراقبم بودن و نمیذاشتن که ناراحت بشم یا آب تو دلم تکون بخوره، اما من خودم پشیمون و ناراحت بودم از اینکه چرا اشتباه کردم. آشنایی من و کیان برمیگشت به دوران دانشجویی. من و کیان هر دو پرستاری میخوندیم ولی اون چند ترم از من بالاتر بود. از رفتارش که به هر نحوی میخواست با هم صحبت کنه یا با هم کلکل کنه میفهمیدم که بهم نظر داره. اما من به روی خودم نمی آوردم تا اینکه اومد جلو و بهم پیشنهاد دوستی داد و من به شدت پیشنهادش رو رد کردم. گفتم خانواده من با اینجور روابط مخالفن. تا اینکه کیان رسمی اومد خواستگاریم. خانواده‌ام مخالف بودن چون من و کیان از نظر اعتقادی با هم فرق داشتیم و وضع مالی ما بهتر از کیان بود. اونقدر کیان رفت و اومد که بالاخره پدرم رضایت داد و ما ازدواج کردیم. با دیدن عکسای عروسیمون اعصابم بیشتر به هم ریخت. تموم عکس‌ها رو جمع کردم و آتیش زدم. مرگ ماریا و اعدام کیان شوک بزرگی به خانواده ما وارد کرد. طوری که هر کدوم به سختی سعی می‌کردیم طوری رفتار کنیم که کسی متوجه حال بدمون نشه. بزرگترین ضربه روحی رو وقتی خوردم که با جسد بیجون آرش توی وان حموم روبرو شدم. آرش خودکشی کرده بود و توی نامش نوشته بود که طاقت نداره بدون ماریا بمونه و دیگه هیچی آرومش نمیکنه. دوباره خونه ما سیاه‌پوش شد. دوباره هممون دچار بحران روحی شدیم. من بیشتر از قبل افسردگی گرفته بودم و زندگی خیلی بهم سخت میگذشت. تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم و برم آلمان. تمام کارمو برای اقامت انجام دادم و رفتم آلمان. اونجا توی یکی از بیمارستانا مشغول کار شدم و چون دقیق و منظم بودم اونجا منو سوپروایزر کردن. چندین پیشنهاد ازدواج بهم شد اما همه رو رد کردم چون دیگه دلیلی نمیدیدم بخوام ازدواج کنم. چند روز تموم بود که پشت سر هم خوندم می شدم و سردردای عجیبی داشتم. وقتی که رفتم دکتر متوجه شدم که سرطان خون گرفتم. این آخرین ضربه بود که نزدیک بود من از پا در بیاره. مرتب شیمی درمانی می شدم و دکتر می گفت سرطان خوشخیمه و احتمال درمانم زیاده. سعی کردم امید خودم از دست ندم. به خاطر همین با بیماری مبارزه کردم و هنوزم درگیر بیماریم. دیگه برام مهم نبود زنده میمونم یا نه. مهم این بود که دیگه نمیخواستم زود تسلیم شم. توی کلینیک دوستایی پیدا کردم که وقتی داستان زندگیشونو برام گفتن بیشتر از قبل امیدوار شدم. روزها میگذره و من تصمیم گرفتم که کیانو ببخشم تا حداقل توی اون دنیا آرامش داشته باشه. دیگه مثل قبل ناراحت و افسرده نیستم و تصمیم گرفتم داستان زندگی خودمو بنویسم. یکی از کسایی که اونجا بود یه دختر بچه 5 ساله بود که خیلی شیرین زبون بود. هیچ وقت یادم نمیره. روزی که خواستن موهاشو از ته بتراشن چقدر گریه میکرد و پدرش به آلمانی میگفت این یه بازیه و منم موهامو میزنم. اون روز واقعا روز دردناکی برای هممون بود. کم کم سرطانم داشت به بهبودی میرفت و به مراتب حالم بهتر بود. چیزی که اصلا نمیتونستم فراموش کنم مرگ ماریا بود و اینکه چطوری فوت کرده بود. بارها ازش حلالیت خواستم و گریه کردم. آرش یه شب به خوابم اومد. با ماریا بود و حالش خوب بود. بهم گفت که اینقدر خودم رو اذیت نکنم و بهش قول بدم زود خوب شم. ماریا هم گفت که منو حلال کرده و اگه که بتونم بیماری رو شکست بدم بیشتر از قبل منو میبخشه. وقتی که توی خواب دیدم خوشحالن انگار دنیا رو بهم دادن.
آروم شدم و با بقیه جونم به جنگ سرطان رفتم و به خودم قول دادم که هرچه زودتر خوب بشم و دوباره به زندگی برگردم. دوستان عزیز، ممنون که با یه داستان و سرگذشت دیگه مهمان خونه های شما بودیم. با سابسکرایب کردن از جدیدترین داستان ها با خبر میشین. راستی میتونین سرگذشت های خودتون رو به آیدی تلگرامی که نمایش داده میشه ارسال کنین. شب خوبی داشته باشین.